سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در لاهیجان برفی. امروز دوشنبه 7 بهمن ماه و ساعت حدود 10 صبح. امروز در استان گیلان هشدار و پیشبینی بارش برف داشتیم. تقریبا تمام شهرهای استان گیلان درگیر بارش برف بود. یکی از جذابترین و زیباترین جاهایی که در آب و هواهای مختلف میشه رفت لاهیجان هستش، عروس گیلان. در این ولاگ ما با ماشین از میدان آزادگان به سمت میدان پاسداران میریم و بعد از دور زدن به سمت میدان گلستان، آبشار شیطانکو، خیابان کارگر، خیابان شیشه‌گران و بولوار مطهری خواهیم رفت. بولوار مطهری هم که از زیباترین خیابون‌های شهر لاهیجان در حاشیه استخر قرار دارد. در ادامه ولاگ به سمت میدان شهدا که مرکز شهر لاهیجانه و به میدان چهار پادشاه خواهیم رفت. این توضیح رو اضافه کنم که به زودی ولاگ برفی از آبشار و حاشیه استخر لاهیجان رو در کانال قرار خواهیم داد. همونطور که میدونید شهر لاهیجان به عروس گیلان مشهوره. این شهر در فاصله 46 کیلومتری شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان و در همسایگی شهرهای بنگرود، آستانه اشرفیه و سیاکل قرار داره. از دیدنی ترین جاهای لاهیجان استخر لاهیجان، شیطانکو، آبشار بام سبز، تله کابین لاهیجان، مزرعه قوها، منطقه زیبای سختکو، تالاب سوستان، مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران، مقبره شیخ زاهد و بسیاری از جاهای دیگه هستش که قبلا بلاگ اونها رو در کانال قرار دادیم. لینک پلیلیست لاهیجان رو که این بلاگ ها در اون قرار دارن رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. سوغات اصلی لاهیجان چای، کلوچه و کوکی هستش. جای همه عزیزان در این هوای زیبا و برفی خالی. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.